یک بار برای همیشه یاد بگیر که رگولاتور چیه و چطور تست میشه. رگولاتور از فعل رگولیت میاد به معنی تنظیم کردن. وظیفه‌ای که داره تنظیم کردن ولتاژ هستش، یعنی یه ولتاژ فیکس و ثابتی رو به ما توی مدار میده. یه قطعه سه‌پایه هم هست، همونطور که میبینید یه هیت سینک هم اینجا پشتش داره. حالا با هم ببینیم که ترتیب پایه‌هاش چیه. ما اگر رگولاتور رو طوری بگیریم که بتونیم نوشته‌هاشو بخونیم، این پایه اول میشه پایه ورودی، پایه ولتاژ ورودیمون. پایه وسط میشه پایه اتصال به زمین یا منفی، GND هم بهش میگیم. و پایه سمت راستی میشه پایه خروجیمون. و مقدار خروجی که در این پایه ما میده روی بدنه رگولاتور معمولا می‌نویسه. اینجا نوشته 7805، یعنی ولتاژ خروجیمون 5 ولت DC هستش. حالا اگر مثلا رگولاتور ما 7812 بود، ولتاژ خروجیمون 12 ولت میشد. اگر 7824 بود، ولتاژ خروجیمون 24 ولت میشد. پس این ترتیب پایه‌های رگولاتور هستش. حالا ببینیم که چطور تست میشه. ببینید ما نیاز به منبع تغذیه داریم برای تست کامل رگولاتورمون که میایم ورودی منبع تغذیه رو میزنیم به پایه اول، یعنی پایه سمت چپی، منفی هم میزنیم به منفی منبع تغذیه و از این ور پایه خروجی رو میزنیم به مولتیمترمون. مولتیمتر هم روی تست ولتاژ DC میذاریم. خب خروجی میزنیم به مولتیمتر، منفی مولتیمتر میزنیم به پایه وسط. این پایه هم که اینجا هست همون منفی، یعنی این پایه‌ای که هیت سینک هست با همین وسطی با هم دیگه مشترک هستن. حالا ما بعد ولتاژ ورودیمون رو بین 7 تا 30 ولت تغییر بدیم و تو خروجی باید 5 ولت رو ثابت توی مولتیمتر به ما نشون بده و این نشون میده که رگولاتور ما سالم هست. پس ولتاژ ورودی رو باید تغییر بدیم بین 7 تا 30، ولی خروجیمون باید 5 ولت ثابت بمونه. نشون میده که رگولاتور ما سالم هستش. اگر میخوای الکترونیک و تعمیرات ورت ها رو یاد بگیری، حتما پیج رو فالو کن.